بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستای عزیز، با امیدی که جور صحتمند باشین. امروز در مورد عنصر هیدروژن بحث میکنیم که عنصر هیدروژن در کدام گروه پریود قرار دارند، دارای چه نوع خواص فیزیکی و کیمیایی می باشند و چگونه میتونیم استحصال بکنیم و در کدام موارد استفاده میشن. برامون همین موضوع بحث میکنیم. عنصر هیدروژن دارای سمبل H2 نمبر اتمی 1 و وزن اتمی 1 در گروه اول اصلی قرار دارد در پریود اول و بلاک S دارای ساختار الکترونی 1s 1 است. عنصر هیدروژن برای اولین بار در قرن 16 میلادی توسط پاروسلس آلمانی کشف گردیده است و در سال 1776 میلادی توسط کواندش خواص هیدروژن تعیین می شود. تفاوت آنها با گازات دیگر مورد بررسی قرار می گیرند و همچنان برای اولین بار در سال 1783 میلادی لاوازیه از الکترولیز آب هیدروژن استحصال میکنه و بیان میکنه که آب از عنصر هیدروژن اکسیژن تشکیل گردیده است. عنصر هیدروژن تنها یک مدار داشتند و در مدار آخری یا همان یک مدار خود تنها یک الکترون دارد. با از ایستادن این الکترون چارج مثبت یک با خود اختیار میکنه و با گرفتن یک الکترون آینه منفی را میگیره به خود. عنصر هیدروژن دارای 3 ایزوتوپ می باشد. هیدروژن 1 دارای 1 پروتون و 0 نیوترون. هیدروژن 1 و 2 دارای 1 پروتون و 1 نیوترون و هیدروژن 1 و 3 دارای 1 پروتون و 2 نیوترون می باشد. هیدروژن 1 و 1 به نام پروتونیم و هیدروژن 1 و 2 به نام دایتریم و هیدروژن 1 و 3 به نام ترایتریم یاد میشه. هیدروژن 1 و 1 و 1 و 2 در طبیعت به شکل طبیعی یافت میشه و هیدروژن 1 و 3 به شکل مصنوعی ساخته میشه. هیدروژن در طبیعت هم به شکل آزاد و هم به شکل ترکیبی یافت میشه. هیدروژن فیصد زمین هیدروژن تشکیل میده که در اتمسفر، هیدروسفر و لوتوسفر تشکیل میده. همچنان عنصر هیدروژن در آب، گل، سنگ و زغال سنگ و نفت هم به شکل ترکیبی وجود دارند و همچنان ارگانیسم های موجودات زنده که در شامل حیوانات و نباتات میشن عنصر هیدروژن تشکیل داده است و همچنان به شکل خالص یا آزاد مقدار اندکی در آتشفشان ها و گازهای طبیعی هم عنصر هیدروژن وجود دارند و همچنان 70% ساخت آفتاب هیدروژن تشکیل میده. همه قسم اکثریت ستاره ها و سیارات و در تمام ترکیبات عضوی عنصر هیدروژن اساسی است وجود دارد. خواص کیمیایی هیدروژن یکی تعامل با فلزات است که هیدراید تشکیل میده که نمبر اکسیدیشن هیدروژن در آن -1 است. در هیدراید ها نمبر اکسیدیشن عنصر هیدروژن -1 است. مثلا لیتیم با هیدروژن تعامل میکنه، لیتیم هیدراید. سدیم با هیدروژن تعامل میکنه، سدیم هیدراید. پتاسیم با هیدروژن تعامل میکنه، پتاسیم هیدراید. کلسیم با هیدروژن، کلسیم هیدراید. مگنیزیم با هیدروژن، مگنیزیم هیدراید و آلومینیم با هیدروژن تعامل میکنه، آلومینیم هیدراید هم میسازه. در کل عناصر گروه اول دوم اصلی هیدراید تشکیل میده. تعامل با غیر فلزات که دوم عنصر هیدروژن الکترون میگیره و نمبر اکسیدیشن مثبت 1 اختیار میکنه. بجز از هیدراید ها در تمام ترکیبات عضوی غیر عضوی نمبر اکسیدیشن عنصر هیدروژن مثبت 1 است. مثلا هیدروژن با اکسیژن تعامل میکنه، آب میسازه. با کلورین تعامل میکنه، هیدروکلوریک اسید. با برومین تعامل میکنه، هیدروبرومیک اسید. با آیودین تعامل میکنه، هیدروآیودیک اسید. و با فلورین هیدروفلوریک اسید میسازن. خب همچنان هیدروژن خاصیت ارجاعی داره و اکسیدیشنی داره. در هیدراید ها خود هیدروژن ارجاع میشه و باعث اکسیدیشن فلزات میشه. مثلا لیتیم با هیدروژن و سدیم و آلومینیم
لیتیوم تا آلومینیوم اکسیدیشن شده و خود هیدروژن ارجاع شده و همچنان هیدروژن میتونه خودش اکسیدیشن شود و باعث ارجاع فلزات مثل اتامل شود. اکساید میس با هیدروژن تعامل میکنه، در نتیجه میس حاصل میشه و آب. در اینجا هیدروژن خودش اکسیدیشن میشه و باعث ارجاع میس میشه، یعنی درجه اکسیدیشن میس یا چارج میس صفر میشه از 2 مثبت 2 و خود هیدروژن چارج صفر است و مثبت 1 ارتقا پیدا میکنه. خب استحصال هیدروژن یکی از طریق الکترولیز یا تجزیه برقی آب است که معمولا به طریق هیدروژن استحصال میکنند. از تجزیه برقی آب هیدروژن و اکسیژن حاصل میشه که در آخر همین ویدیوش هم میگذارم. و همچنان از هایدریشن میتان کربن مونوکساید حاصل میشه و هیدروژن آزاد میشه. و همچنان از ترکیب کربن مونوکساید با آب کربن دی اکساید و هیدروژن حاصل میشه. و همچنان از تجزیه از احتراق ناقص مثل میتان یعنی هیدروکربن ها کربن مونوکساید حاصل میشه و هیدروژن آزاد میکنه. و همچنان از کوک، از آبیاری کوک یا زغال داغ شده آب عبور میته، در نتیجه کربن مونوکساید حاصل میشه و گاز هیدروژن حاصل میشه. و بیشتر از طریق الکترولیز هیدروژن به دست میاره. مورد استعمال هیدروژن، یکی هیدروژن به خاطر استحصال امونیا استفاده میشه و از استحصال از امونیا به خاطر تولید کودهای کیمیایی استفاده میشه. همچنان به خاطر تولید میتانول، تیزاب نمک هم استفاده میشه و همچنان به عنوان هیدروژنیشن مرکبات عضوی مثل روغن ها و غیره استفاده میشه. همچنان به خاطر تولید بطری هیدروژنی، تولید بمب اتمی که به هیدروژنی مشهور است، همچنان ساخت طیارات از هیدروژن استفاده میشه.